سلام، چطوری بچه؟ من آرنستاش هستم و امروز میخوایم بریم باس فرعی رایکارد رو بزنیم یا لورد رایکارد، همون مارد بزرگی که آره دیگه وسط گلوش یه دونه کله هستش. بچه ها حتما لایک سابسکرایب یادتون نره. بریم شروع کنیم. خب روش های زیاد هست برای کشتن این باس که الان براتون توضیح میدم، ولی قبلش بگم که این باس اینطوری به وجود اومده که اول ماری بوده، این مار عادی همینجا بوده که همون فیز اولش یه نیمه خدا یا یه دونه خدا، شاید هم یکی از باس های بازی که حالا من نمیدونم همون چیه اسمش، اومده خودش رو انداخته جلوی مار، توسط این مار خورده شده و بعد مدتی با این مار ادغام شده و شده اینی که میبینید. اون میبینید اونجا الان این فیز اولشه، هنوز لورد رایکارد بیدار نشده یا همون چیز. وقتی شما وارد میشید اول چیزی که چشم شما رو میبینه اونه و دومین چیزی که همون باسیه و دومین چیزی که شما میبینید این شمشیر، یه دونه نیزه اینجاست که ببینید داره توی خودشو حالت آدم سوخته ایه. مثلا یه تارنیشته که قبل ما اومده و مرده و اون نیزه‌ای که دستش بوده تنها که نیست، میشه با چیز دیگه کشتش، ولی راحت ترینش رو میتونیم با اون نیزه بکشیم و این خیلی خوبه. حالا نیزه چیه؟ اسم نیزه لحظه اسپرنت هانتره. این اسپرنت هانتر عزیز قدرت باد داره، باد استفاده میکنه. و بچه ها شما وقتی برید اینجا باس متوجه شما نشده چون خیلی فاصله داریم باس، و این تنها روش کشتن باس نیست که مستقیم برید باش بجنگید. شما میتونید میمیک هم اسپان کنید و توی ایونتوریتون یا این اکیوپمنت یا هر چیزی دیگه اسمش اینجا براف میت دامپلینگ رو بذارید، این گله یا هر چی هست اینو بذارید. بچه ها اینو بگم، این نوع چیز به شدت کمیابه. بعد بهتون پیشنهاد میکنم اصلا خودتون استفاده نکنید و بذارید میمیک رو استفاده کنه، چون وقتی میمیک استفاده کنه ربطی به شما نداره و میمیک داره وسایل خودش حساب میکنه. یعنی خودتون میبینید دیگه میمیک یه کپی از خودتونه، یعنی هر کی شما دارید اونم داره، هر اسلحه هر چیزی. و آره این از دو تا روش اول. خود یه روش دیگه هم هست که خودتون میتونید ترنی باش بجنگید تن به تن و اونم کار زیاد سخت نیست چون باگی داره. وقتی شما مثلا این دو تا وقتی الو میزنیم دو تا ضربه میزنه، ضربه اولش باعث میشه که حمله باس متوقف بشه و باس جوری بره عقب، حمله دومش کار نداره فقط دمیجش بیشتره، ولی باعث نمیشه که باس بخواد مثلا حملهشو متوقف کنه یا بره عقب. روش سوم چیه؟ روش سوم اینه که از این پویزن پوت درست کنیم، پویزن پات یا هر چیز اسمش هست، یا ریپرد پویزن پات، کلا چیزی که پویزنش کنه و بشینید برید پشت باس و به دومش بزنید، چون دومش دقت کنید دور باس حالت محدوده چیزی که گدازه و اگه برید اونجا خب سطح خودتون هم میسوزید دیگه، ولی مار سطح دوم داره دیگه، چون دومش درازه یا خود باس خیلی بلنده قدش، یا چون مار دیگه مار بلنده، اون دومش از اون محدوده بیرونه، پس شما میتونید برید پویزنش کنید و وایس تا خودش جونش کم شه و بمیره و این اصلا بهتون پیشنهاد نمیکنم چون اصلا باس سختی نیست. و شاید وقتی اینو بردارید گفتید بگید خب شاید من لولم این نخوره، بعد بچه‌ها اینو بگم استرایکر 0، دکستریتی 0، اینتلیجنس 0، فیز 0، آرکین هم 0. و اینطوری بگم که این نیزه فقط تو این منطقه کار میکنه، یعنی اگه من مثلا اونجا تستش کنم همچین نیروی بادی نداره و فقط تو این منطقه شما میتونید از این اسکیلش استفاده کنید. و واو بچه میبینید یکم واسه بهتون نشون بدم، نور گدازه ها داره میفته رو من و باعث میشه رو این شنیل هم سایه بیفته. نمیدونم باگ گرافیکی یا چقدر خوشگلش کرده.
قبول دارین؟ خیلی خوشگلش کرده خدا وکیلی. خب 5 دقیقه صحبت کردیم دربارش، بریم باس رو بکشیم. و چیزی که بهتون پیشنهاد میکنم جلوی که صحبتم چیز کنید، اول که یه سل برمیدارید، بعدش ارتریبوف رو خودتون فعال میکنید، بعدش بیسر ویگور اینو میذارید کنار، اینو دو دستی میکنید. و اگه چیزی دارید که اگه تلیسمنی دارید که به لیبلاتون اضافه میکنه برش دارید و میمیکتیه رو اسپام کنید، چون تو میمیکتیه براتون توضیح دادم که اگه اینا رو بذارید اینجوری میمیکتون پر نمیمونه. و فلسک ترکیبتون رو بردارید، بعدش هم میدونه اینو بخورید. خدا به یادتون. میریم جلو و بگه بچه اون 10 تا گل میمیک وقتی جونش کم بشه خودش از اون استفاده میکنه. حالا هم نمیکنه. میمیکو گرفت. بابا میمیکو نگیر، حریفت منم. میمیک 5000 تا دمیج میزنه، 5000 تا. بزنم برای بغل بزنم که میمیک حواسی رو پرد کنه. میگه خب این که یک از روش های کشتنشه. وای خب بچه میمیک دونش داره پر شد، الان دونش داره پر کنه خودش. دقت کنه به جون میمیک خودش پر میشه. خیلی هم سریع تمام میشه چون اصلا واسه خیلی چیزی نیست. فقط خواستم میگم که این باس رو ما میتونستیم بزنیم، همچون باس های ما میتونیم بسازیم. چون نمورد، الان فقط افتاد زمین تا پیگز بره. الان میگه که یکی از اون استفاده میکنه تا جونش پر شه. یکی از استفاده کنه. الان بریم کاتسین ببینیم و تازه میبینیم که خود باس داره بیدار میشه. و بچه‌ها که باس خیلی قشنگیه، واقعا باس قشنگیه. لورد آف بلاسفیمس. شاید توی گیم پلای بعضی از یوتیوبرها دیگه دیدی باشین که یه دونه شمشیر هستن که بالا سرشون وقتی الو بزنه بالا سرشون میزنن زمین و یه دونه دمیج چی بگم، یه دمیج خطی میره جلو، یه دونه جادوی خطی میره جلو و توی محدوده هم داره اون و اون تو محدوده متوقف میشه. این شمشیر قرمز هستش، اون شمشیر این آقاه که وقتی ما این شمشیر وقتی ما آقا رو بکشیم هم گریتونش ما میده، هم رمبل همون چیزی که میتونیم بریم توی راوند تیبل به اون بیرزنه بکشیم که بغلتون گره. یعنی ما نمیفروشیم دقیقا، بریم میریم اونجا. این شمشیره، ما میریم اونجا و 2 تا سلاح داریم، مثلا یکی سپرش یکی اینه، یکی تو باید که خود نیاز داری انتخاب کن. من میرم شمشیر انتخاب کنم 100%، چون شمشیرش واقعا عالیه. یعنی فکر کنید بتونید ابرای دور این چیز دمیج میزنه بهش. میبینید بچه ها نیمی که هم دونش پر شد. دوال شک باز لیبل لو. این اصلا نباید اتفاق میافتاد الان، اصلا نباید اتفاق میافتاد، اصلا نباید اتفاق میافتاد که دستم میخواد سه فقط این مقدر تو یکم حالا میزنه بمونه. نه خواهیم باید شد بخشید بچه دیگه من میگم که همه شد سبیست و 10,000 تا دمیج.
سخت شد چون خیلی دارم طولش میدم، ولی باس راحتیه. زود داج دادم. که اگه بتونم یکی لحظه حواسش پرت کنه من مردم. خیلی طولش دادم، منو قبول کنه دیگه چون شارژ دستم تموم شد اینا، ولی الان میتونیم به نفعمون شد چون آره به نفعمون شد چون الان میتونم بهتون نشون میدم که فقط تو اون منطقه کار میکنه. جالبش اینه که خیلی هم سریع میاد. و اینکه بچه این منطقه باید از طریق تلپورت بیایم، حالا چه از طریق خود قلعه چه از طریق راه فرعی، که راه فرعی بعد برگردیم به این قلعه چیز اسمش رایا چیزی اسمش نمیاد. و اینکه نگاه کنید بچه‌ها، حتی من الو هم بزنم فقط با ضربه میزنه، یعنی اصلا اون جادوش کار نمیکنه، فقط جوب و صرفا فقط جادوش برای اون منطقه، این منطقه. و من اگه چیز دیگه دارید اگه سامن دیگه دارید که جونش بیشتره و شما این چیز رو ندارید، گوله رفت راب میک دامپلینگ رو ندارید برای میمیکتون، پیشنهاد میکنم که اون رو بذارید، چون میمیک اینجا میتونه سریع بمیره چون دمیج باس تقریبا زیاده و میتونه حملاتش درست کندن تقریبا، ولی دمیجش زیاده و میتونه مشکل ایجاد کنه. من بذارم آره اونو برداشتم، حالا میمیکو اسپان کنم و بدارم به گرد باس. خود نباید میتونی میشه ببینیم. میخوام اینو سریع تمامش کنم چون نمیخوام تا این ویدیو زیاد شه. 5000 تا تو فیز اولش دمج میده. اگه میمیک بیافته جلو با اینکه داج دادم ولی بازم گرفتم و میکی رفت جلو و حواسشون میتونه پرت کنم. حالا برم بشید زمان رو بگه یک جام برو جلو. خیلی بد شد. بچه پیشتاد میمد زیاد طولش نمی جنگ با این باستاشون دیگه یه چیزایی میاره دیگه از یه کارهایی میکنه که اصلا تبابت نداره. اگه میتونه حواسی پرت کنه باگ خورده اون وسط. سم زد من دارم پویزن نشه. خب رفتیم فیز بعدی. آره دیگه پویزن شده. کاتسین رو که دیدید پس الان اسکیپش میکنم. اسکیپ برو بگیرید. من از خوش حواسو دارم. واقعا نمیتونم بسم کنم. هیچ کدوم از چیزا میتونم حواسش از ادامه پرد شده لیمیت بخت کنه از دیلش مشاهد کنه.
جون من 2 تا حرکت دیگه بزنم میگیره. اینجا خودتو پاور یک حرکت دیگه، یکی تمام. باس به همین راه دیگه. اگه سعی کنید خیلی طولش جدید باس خیلی به همین راحتی بمیره. و آره این از رمر آف ریکنت چیه اسمش نمیدونم. و وقتی بکشین 156,000 تا بتون رون میده. و ریکارد گریت رونز، اینم گریت رونه. این مرز داره میخنده، مردی ولی داره میخنده. خب این از گریسش حالش کنیم. خب این میشه کار میکنه؟ نه صرفا فقط برای اون باسه است، یعنی برای این منطقه هم کار نمیکنه، فقط برای اون باسه این اصلا کار میکنه یا این نیزه. خب بچه‌ها امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و بتونید باس رایکارد رو به راحتی بکشین. و تا ویدیو بعدی خداحافظ.